با سلام خدمت همه شما. با معرفی ربات تلگرامی CleverMate AI در خدمتتون هستیم که این ربات با بهره‌گیری از هوش مصنوعی به تقویت رایتینگ و اسپیکینگ شما در آزمون‌های تافل، آیلتس و دولینگو و همچنین رایتینگ شما در آزمون GRE کمک میکنه. با فشردن دکمه استارت ابتدا باید عضو کانال بشیم. پس از اینکه عضو کانال شدیم وارد ربات میشیم. ابتدا شما باید فرم ثبت نامتون رو تکمیل کنین که این فرم ثبت نام شامل یک پنل مدیریت هم میشه و شما یک آیدی اختصاصی دارین. به محض ورود به ربات شما دارای 10,000 توکن و همچنین 5 دقیقه وایس هستین که میتونین نسبت به تست ربات اقدام کنین. ابتدا من از پایین ربات شروع میکنم و در دکمه رولز ما یک سری قوانین رو در نظر گرفتیم، همچنین یک سری تعهداتی که نسبت به شما داریم که میتونید اینها رو مطالعه کنین. در قسمت فیدبک شما میتونید هر نقطه نظری، انتقادی یا اشکالی از ربات ما میبینید به اطلاع ما برسونید تا به رفع اون اقدام کنیم. در قسمت Invite Friends با فشردن دکمه شما یک لینک اختصاصی دارین و میتونید اون رو بین دوستانتون شیر کنین. با عضو شدن اونها و خرید از ربات ما 1% از خرید اونها به کیف پول شما واریز میشه. در قسمت چارج والت شما میتونید از طریق درگاه پرداخت ارز دیجیتال و همچنین درگاه پرداخت ریالی نسبت به شارژ کیف پولتون اقدام کنید. خب ابتدا ما وارد این قسمت میشیم. با وارد شدن به پنل درگاه پرداخت ریالی شما یک جدولی رو میبینین که میتونید با اضافه و کم کردن این مبالغ مقداری که میخواین رو شارژ کنید. به طور مثال شما میخواین 67,500 تومان به کیف پولتون اضافه کنید. خب یک دکمه 50,000 تومان. خب ما یک دکمه 50,000 تومان و 3 تا دکمه 5,000 تومان و 5 تا دکمه 500 تومان رو اضافه کردیم. در بالا شما این مبلغ رو میبینید 67,500 تومان. میتونین با فشردن دکمه پی نسبت به پرداخت اقدام کنین و اینجا به شما توضیح میده که شما میخواید 67,500 تومان معادل 1.17 دلار پرداخت کنین که با فشردن میک پیمنت به درگاه پرداخت متصل میشین. در قسمت پارتنر شما 2 تا پارتنر میبینین. یکی AI پارتنر هستش که یک پارتنر مجازی هست و هوش مصنوعی هست. شما میتونید هم به صورت وایس هم به صورت تکست باش چت کنین و زبان خودتون رو تقویت کنید. و یک ریل پارتنر داریم اینجا. شما میتونین از بین افرادی که داخل کانال ما هستن و ربات ما هستن یک فردی رو برای خودتون پیدا کنین و بتونین با هم دیگه زبان کار کنین. و اینجا هم ما برای اینکه از مزاحمت‌های احتمالی جلوگیری کنیم یک دکمه رو تعبیه کردیم به اسم دیاکتیویت و میتونید با فشردن این دکمه این ریل پارتنر رو غیر فعال کنید. خب در قسمت تست پرکتیس شما 4 تا آزمون رو مشاهده میکنید. آزمون تافل که شامل اسپیکینگ و رایتینگ هستش، آزمون آیلتس که شامل اسپیکینگ و رایتینگ هستش و همچنین GRE و دولینگو که بعد هم به ربات اضافه میشن. و در اینجا شما میتونید پلن خودتون رو بچینید. در این قسمت شما یک صورت حساب میبینید و میتونید توکن خریداری کنید و همچنین وایس. اگر فقط میخواین رایتینگ تمرین کنید نیاز به توکن دارین و نیاز به وایس ندارین. اما اگر نیاز دارین که اسپیکینگ تمرین کنید هم نیاز به وایس دارین هم نیاز به توکن. به طور مثال توکن هایی که ما در نظر گرفتیم سطح بندیش هر 50,000 تا هست. با فشردن این دکمه به طور مرتب 50,000 توکن ها اضافه میشن و همچنین وایسی که در نظر گرفتیم لول بندی نیم ساعت رو داره. خب به محض اینکه مقدار صورت حساب شما از $1 فراتر بره شما
صورت حسابتون شامل تخفیف میشه، شامل جایزه دعوت کننده که با اون لینکی که شیر کردید بین دوستاتون و همینطور برگشت به کیف پول که یا همون کشبک. با اضافه و کم کردن این مبالغ خب طبیعتا درصد تخفیفتون، درصد جایزه دعوت کننده و برگشت به کیف پول اضافه میشه. من این نکته رو خدمتتون عرض کنم که شما با 50,000 توکن که شامل حدوداً 37,000 لغت هست میتونید بین 20 تا 25 تا رایتینگ تافل رو انجام بدین و فقط با مبلغ 9500 تومان. البته در این لحظه من خدمت شما بگم ما هیچ دخل و تصرفی توی این قیمت ها نداریم. ما یک فرمولی رو تعبیه کردیم داخل ربات و ربات ما هر ساعت مقدار دلار رو پایش میکنه و در این فرمول قرار میده. شما ممکنه در بعضی از ساعتهای روز این مبالغ رو کمتر یا بیشتر ببینید. خب وارد قسمت Ask Me Anything میشیم. در این قسمت ما یک فرمتی رو تعبیه کردیم که شما اگر نیاز ندارید از ربات ما برای اسپیکینگ و رایتینگ استفاده کنین، همچنین خودتون یک رایتینگی رو در نظر گرفتین یا نوشتین، میتونید طبق این فرمت بدین و به طور کامل براتون ربات ما تصحیح کنه. مثلا شما یک رایتینگ برای تافل نوشتین، WR رو میزنیم، دو نقطه یک فاصله و شما اینجا اسه‌ای که نوشتین رو وارد میکنین و دکمه اینتر رو میزنین و براتون تصحیح میشه. خب ممنون که تا اینجا با ما